سلام دوست خوبم، به بافتینه خوش اومدی. توی این بخش ما قراره با هم پایه ها رو یاد بگیریم. من قبل از آموزش دادن پایه ها اومدم براتون یه توضیح کلی بهتون بدم. اول از همه این که ما وقتی بدونیم هر پایه توی نقشه به چه صورت دیده میشه، خیلی راحت نقشه خوانی رو همراه با آموزش پایه های یاد میگیریم. از طرف دیگه ای وقتی شما هم بتونید پایه ها رو به صورت کامل یاد بگیرید و هم نقشه‌ش رو بلد باشید، به صورت خیلی راحت خودتون میتونید حتی نقشه انواع بافت ها رو برای خودتون طراحی کنید. پس به صورت کلی حالا من آموزش کلی رو قراره با هم دیگه داشته باشیم. بخش اولی که قراره با هم مرورش کنیم و یاد بگیریم بخش پایه هاست. برای پایه ها ما هر پایه شروعش با زنجیر است. حالا شما حتی اگه حالا از حلقه جادویی هم میخواید استفاده کنید، بازم بخواید یه پایه ای رو شروع کنید، باید زنجیر زدن رو بلد باشید. پس پایه و پیش زمینه هر پایه یه جورایی میشه گفت زنجیر است که با علامت اختصاری CH. یعنی هر تا جاهایی رو دیدیم که ما عوض خوندن نقشه حالت علامت های انگلیسی رو دارن که توی یک متن می نویسن، مثلا می نویسن 12 تا CH. شما الان اون موقع باید بفهمید که 12 تا CH یعنی 12 تا زنجیره، که زنجیره رو حالا من بعد از اینکه به صورت کلی اینا رو براتون گفتم شروع میکنم بافتش رو هم براتون انجام دادم. خب پس زنجیره شد CH، پایه هر بافتیه، پایه هر پایه زدنیه. بعد از زنجیره ما میرسیم به پایه کوتاه. پایه کوتاه کوتاه‌ترین پایه‌ایه که داریم که به اسم سینگل کروشه یا همون SC، علامت اختصاری SC، ممکنه بعضی جاها ببینیدش که یه پایه کوتاه نسبت به بقیه پایه ها از همه کوتاه‌تره. ما باز یه چیزی داریم که از این هم کوتاه‌تره ولی اون خب میشه گندمی که علامت اختصاریشو من اینجا ندیدم، یعنی توی الگوم ندارم. حالا سری بعدی براتون روی بعدی توی پارت بعدی براتون میذارم که این کوتاه‌ترین پایه است. ما الان مبحثمون پایه است دیگه، پس من کوتاه‌ترین پایه‌ام اینه، علامتش اینه. و بعد از این میرسیم به پایه نیمه یا پایه میشه گفت نیمه بلند هم بهش میگن، نیم پایه هم بهش میگن. این علامت ما به دو صورت بافت انجام میدیم، یکی توی 2 مرحله و یکی توی 1 مرحله. یعنی چی؟ فکر کنم الان دیگه باید بریم رو بافت، اینجوری من حس میکنم براتون یه مقدار گیج کننده میشه. خب پس من اول از هم میگم که زنجیره CHی که من اینجا بهتون گفتم، زنجیره به چه صورته؟ نخ میاد توی انگشت، بین 2 تا انگشت آخر میایم روی انگشت اشاره میپیچه، میاد این ور. شروع کار بعضیا اینجا رو میگیرن با دست یه دونه گره ایجاد میکنن و توی همین گره میان گره رو شل میکنن، سفتش میکنن و بعد از توی این شروع به بافت میکنن. خب من این قضیه برام سخته چون هر سری ممکنه این سفت بشه، شل بشه، اذیت کننده باشه. راه حل آسون ترش چیه؟ میای دست رو میگیری میذاری این بین، یه پیچ میدی، اینجا زبدر ایجاد شده، دستو میذاری رو زبدر، قلابت وارد میشه. قلاب با توجه به نخت قلابتو انتخاب میکنی. قلابو بردیم داخل حلقه، نخ رو میگیرم. ببین قلاب میره زیر نخ رو میگیره، میاد از وسط میکشم بیرون و بعد نخ رو از ادامهش از پایین میکشم، نخ رو صفر میکنم. این قشنگی از اینجا حالت هم صفر میشه هم شل میشه، درسته؟ اینطوری راحت تر. بعد دوباره قلاب میره زیر، نخ رو میگیره، میاد از داخل این حلقه‌ای که روی خود قلاب ایجاد شده رد میشه. دوباره قلاب میره زیر، از توی همون حلقه در میاد. اینی که اینجا میبینید حالت بهش میگیم گندمی، چون شبیه خوشه گندم ممکنه باشه، یا همون دونه یا همون زنجیره، اسم متفاوتی براش گذاشتن که همشون یکیه منظور. خب توی این بافت که میبینید من الان قشنگ مشخصه که 2 تا عدد هفتی یا منظور همون 8 داریم. هر یه دونه اینا یه دونه گندمی حساب میشن.
حالا من 10 تا بخوام بزنم، 1 گندمی قلاب میره زیر، نخو میاره بیرون. 1 2 3 4 تا زدم تا الان، 5 تا، اینم 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 و اینم 10میش. 10 تا دونه زنجیره زدم. درسته؟ این زنجیره همون CH مونه که با علامت اختصاری دایره دیده میشه. خب حالا من بخوام روش پایه کوتاه همو بزنم چطوره؟ برای پایه کوتاه تعداد زنجیره مشخص داریم. ببین قد هر پایه رو ما باید با یه حالتی میشه گفت مثل قدشو که میبینیم به اندازه قدش ما با زنجیره بزنیم. برای این حدودا ما میگیم بین 1 تا 2 تا زنجیره میخواد. بعضی جاها بین 1 تا 2 زنجیره میخوایم. اوکی؟ برای این کار مثلا دارم میگم الان من 10 تا زنجیره زدم، اولی نه، چرا؟ چون میشه قد کار من، میشه اولین گندمی و زنجیره من، میام توی دومیش. اوکی؟ من خودم ترجیحاً با یه دونه زنجیره برای پای کوتاه استفاده میکنم. شده جایی خودم علنا براتون توی نقشه میگم که کدوم قسمت کدوم بخش باید از 2 تا زنجیره استفاده کنید، ولی در حالت عادی روی یک خط زنجیره که من بخوام پای کوتاه بزنم فقط و فقط یک دونه اول رو به عنوان پایه برای پای کوتاه هم استفاده میکنم. میام توی دونه دوم، قلاب میره داخل، نخو میاریم بیرون و بعد این دوتا رو با هم از بیرون دوباره ببینید من به این دوتا کار ندارم، نخو قلاب رو میگیرم از بیرون، نخو میارم از توی دوتاش رد میکنم. به همین صورت دوباره میرم توی دونه بعدی، روی قلاب رو من نگاه میکنم، من به دونه قبلیم کاری ندارم، نخو میارم بیرون. الان 2 تا دونه روی قلاب دارم، 2 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره میرم تو دونه بعدی، نخو میکشم بیرون، 2 تا یکی میشه. توی دونه بعدی نخو میکشم بیرون، توی 2 تا یکی میشه. به همین صورت ما داریم یک ردیف پای کوتاه میزنیم یا یک رج. وقتی تا انتها برسم یک رج من کامل میشه. خب تا انتها بافتم. کار رو به خاطر اینکه گوشه های کارم تمیز در بیاد از سمت راست به سمت چپ میپیچونم، برمیگردونم، یه زنجیره میزنم. چرا؟ چون من گفتم هر پای کوتاه علامتش بین 1 الی 2 تا زنجیره است. گفتم یه زنجیره میزنم. ببین میتونی اینجا 2 تا زنجیره هم بزنی، هیچ فرقی نداره. این گندمی که اینجا میبینین هشتی، من این 2 تا گندمی به عنوان پای کوتاه زدم. خب وقتی بلندتر باشه 100% اینجا یه مقدار حالت انحنا ایجاد میکنه. من ترجیح خودم اینه که با یه دونه زنجیره پیش برم. پس این توی زنجیره زدم که معنیش همون پای کوتاه همه. میام تو گندمی بعدی 2 تا. ببین قلاب از زیر اینجا یه حالت هفتی رو در نظر بگیر، قلاب میره داخلش، نخو میکشی میاری بیرون، 2 تا روی قلاب یکی میشه. میریم دوباره توی بعدی، قلاب میره داخل، نخو میاره بیرون، 2 تا رو یکی میکنیم. خب الان یه نکته خیلی بامزه بهتون بگم. این بافت، حالا بافت کوتاه، خیلی قشنگ دقت کنید، علامتش 7. ببین 7، بعد اون قسمت خب حالا برگردونم این ورش هم 7. خب از اون طرف میشه 8. این 7 های توی هم نشون دهنده پای کوتاه منه. پس من توی بافی همچین چیزی رو دیدم که بعد سریعا توش یه دونه دیگه رفته در اومده با علامت اختصاری 7. معنی من بافت پای کوتاهه. اوکی؟ خب حالا من اینو باز میکنم، بریم سراغ بعدی که خب خیلی من خودم حقیقتا اینجا رو یک ذره مشکل داشتم. خب من همون گندمی ها رو زدیم، دوباره گندمی نمیزنم، همون قدر باز کردم روی پایه متوسط و پایه نیمه. ببین 2 تا حالت داره. خب من خودم میگفتم این اسمش پایه متوسطه،
پایه متوسط. درسته؟ همه جا هم توی آموزش هام این بافت و پایه متوسط گفتم پایه متوسط دو حالت داره، پایه متوسط کوتاه و پایه متوسط بلند. پایه متوسط کوتاه چه صورته؟ پایه متوسط کوتاهی که من میگفتم، پایه متوسط کوتاه یا نیم پایه که در اصل همون چیه، پایه نیمه است، نیمه بلنده که ما یه دونه پیچ یا یه ژته رو بهش اضافه میکنیم، ولی میایم نخ رو از هر 3 حلقه یک جا رد میکنیم. میشه کشیدن نخ از هر 3 حلقه یک حرکت. پس توی یه حرکت من هر 3 تا نخی که روی قلابم اضافه دارم رو یکی میکنم. این میشه نیمه پایه. ولی همین پایه بخواد بشه پایه بلند، خب این بخواد بشه پایه بلند همون یه دونه ژته هست. خب این یک دونه است، یه دونه ژته یا همون یه دونه پیچ، ولی اینجا یه تفاوت توی کشیدن دارم. نخ رو هر 2 حلقه یکی میکنیم. تفاوتش توی اینه، یعنی این که من حالا بعضی ها میگن چرا تو به این میگی پایه متوسط. خب این چون حالت من یه ذره سنتی کار بودم و قدیمی یاد گرفتم این قضیه رو، این در اصل همون نیمه پایه و پایه بلنده، فقط یه تفاوت هایی با هم دارن توی قدشون. خب ترجیحاً اسمش به صورتی که حالا ثبت شده به صورت جهانی هست پایه بلنده و خب نیم پایه رو ما میگیم علامت اختصاریش به انگلیسی HDC که میشه هالف دبل کروشت و پایه بلند هم که خود دبل کروشه است یعنی DC. خب بعضی جاها میبینید HDC داره، یعنی شما میای نخ رو 3 تا حلقه هر 3 تا حلقه یک جا رد میکنی. وقتی DC میبینی میای 2 تا یکی میکنی. این یه نکته بود، خیلی نکته مهمی هم بود. حالا اینکه کجا باید از این پایه استفاده کنیم بستگی هم به خودتون داره، هم به نوع بافتتون داره، هم به اینکه دارین چی میبافین داره. من خودم اکثرا از پایه بلند دارم استفاده میکنم، حالا به اسم پایه متوسط داشتم انجام میدادم ولی خب در اصل پایه بلنده. پس خود من هر نخ 2 تا یکی میکنم، ولی خب اینکه شما دوست دارید کدومو انجام بدین باز میگم بستگی به بافتتون داره، بستگی به این داره که چی میخواید ببافید. و حالا بریم سراغ این که آقا این اصلا چجوری بافته میشه. منظورت از این که اینا توضیح دادین اصلا یعنی چی؟ ببین برای پایه متوسط من چی گفتم ما هر پایه وقتی میخوایم بزنیم زنجیر است. برای پایه کوتاه بین 1 تا 2 زنجیره، برای پایه متوسط هم بین 2 تا 3 تا زنجیر است که 2 یا 3 رو چی مشخص میکنه که من بیام نیم پایه بزنم یا پایه بلند بزنم. خب برای نیم پایه من میگم 2 تا زنجیره اولم برای نیم پایه است. اوکی، پس من روی این 2 تا کار ندارم. قلابو پیچ میدم. ببین من قلاب میرفت زیر نخو میگرفت از توش رد میکرد دیگه، الان رد نمیکنم، نخ پیچ میخوره، نخو گرفتم رها نمیکنم. اولینم دومینم میام تو دونه سوم، قلاب وارد میشه، نخ رو میگیره میاره بیرون، ستایی که روی قلاب ایجاد شده رو یه نخ از بیرون میگیره میاد 2 تا رو یکی میکنه، 3 تا رو یکی میکنه. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. یعنی چی؟ یعنی دوباره یه دونه روی قلاب اضافه میشه توی دونه بعدی دیگه، دونه فاصله نمیدم، توی همون دونه بعدی نخو یه پیچ دادم، پس یه دونه روی قلابم یا همون یه ژته اضافه کردم، میام تو دونه گندمی بعدی توی نیمه بالایی. ببین ما میگیم داخلی که بری همون نیمه گندمی یا همون ورود توی خود گندمیه دیگه. نخ رو میارم بیرون، 3 تا دونه دارم، 3 تا یکی میشه.
دوباره یه پیچ روی قلاب میره داخل، میاد بیرون، 3 تا رو یکی میکنیم. یه دونه روی قلاب میره داخل، میاد بیرون، 3 تا با هم یکی میشن. به همین صورت تا دور آخرش میریم. 3 تا یکی شد. دوباره یه پیچ اضافه میشه، 3 تا روی قلاب، 3 تا یکی. تا آخرین گندمین به همین صورت بافت رو انجام میدم. به انتهای کار که رسیدم. ببین بافتش متفاوته ها، یعنی بافتش با پایه بلند و نیم پایه با هم دیگه خیلی متفاوتن روی بافت. حالتی که داره میشه گفت حالتی که داره 1 2 3 تا خط، 1 2. ببین علامت رو ببین، میشه گفت این یکی بعد بافت با این حالت 1 2 3 تا 1 2 3 تا. درسته؟ بعد کار از سمت راست به سمت چپ میچرخونیم. گفتم 2 تا زنجیره میزنیم. خب 2 تا زنجیره که زدم خودش به عنوان یه پایه حساب میشه. اوکی، پس میام از توی گندمی بعدی. ببین این گندمی خود این از وسطش در اومده، پس این بافت خودش یه دونه پایه حساب میشه. میام تو دونه بعدی، نخ میره از توی حالت هفتی که داره و بعد 3 تا رو یکی میکنیم. دوباره یه دونه ژته روی نخ میندازیم، روی قلاب میندازیم، میریم داخل گندمی، نخ رو میکشیم بیرون، 3 تا یکی میشه. دوباره یه دونه میندازیم روی قلاب، میریم توی اون گندمی، نخ رو میاریم بیرون، 3 تا رو میبریم. ببین اینجا دیگه از وسط کار نیست، از زیرشه، دقیقا از زیرش میگیرم، 3 تا رو یکی میکنم. ببین بافتشو کاملا زیباست. خب این هم هر جا این حالت و فرمو دیدیم، ببین حتی روی این بخش هم اینجا هست. این هم به معنای پایه نیمه است یا پایه متوسط کوتاه. خب اوکی، حالا بریم سراغ بافت پایه متوسط اصلی یا همون پایه بلند. من میگم پایه متوسط چون واقعا عادت کردم، لفظش رو مونده، ولی خب اصلش همون پایه بلند. پوزش. هم پایه بلند رو بهتون آموزش بدم. برای پایه بلند نخ اضافه میشه، میاد روش یه دونه ژته بیشتر گفتیم نداره، دقیقا مثل نیم پایه یه دونه ژته داره، ولی 2 تا 2 تا قراره یکی کنیم. گفتم برای این بین 2 تا 3 تا میتونی همون دومی، ببین 1 2 زنجیره رو رها کنی به عنوان یه پایه، میای تو سومی، ولی میتونی بری تو چهارمی. ترجیحاً برای شروع من برای پایه بلند میام توی دومی. هر حالتی که باشه، چه نیم پایه باشه چه پایه بلند باشه، من توی دومی ورود میکنم. حالا تفاوتم اینجاست. ببین من 3 تا دونه دارم، درسته؟ 2 تا 2 تا یکی میکنم، یعنی قلاب نخو میگیره از توی اولی دومی دونه رد میکنه. من 2 تاشو رد کردم، 2 تای دیگه اینجا دارم، دوباره این نخ میاد از توی این 2 تا رد میشه تا به یه دونه برسه. اوکی، دوباره یه دونه روی قلاب اضافه میکنم، داخل گندمی میرم، نخو میارم بیرون، 3 تا دونه روی قلاب دارم، نخ میاد از 2 تای اول رد میشه، 2 تا دونه روی قلابه، دوباره همین حرکت. اوکی، دوباره همین رو تا انتها میریم. میره تفاوتش زیاده. خب این پایه به خاطر این خطی که وسطش هست، ببین این خط اوریب علامت اختصاری اینو به نظر میگیره، برای اینم میشه همین خط اوریب این وسطش. اوکی، پس این برای این خطشه که اینجا به عنوان پایه متوسط در نظرش میگیریم. ببخشید واقعا پایه بلند یکم فکرم طول میکشه تا برای خودم جا بیفته این قضیه. دوباره همین حرکت رو تا انتهای گندمی انجام میدیم. 2 تا 2 تا یکی میکنیم. بعد کار رو برمیگردونیم. برای این پایه بلندم من 3 تا زنجیره میزنم.
بعدی یه دونه روی دونه اضافه میشه، میام توی دونه نخو میکشم. اکثرا بیشتر بافت ها روی همین پایه بلند میچرخه، یعنی خود منم اگه آموزش ها رو تا الان دیده باشید، حالا من اون موقع بهش میگفتم متوسط، ولی بیشتر بافتایی که زدم بر پایه همین پایه بلند بوده. و به این صورت تا آخرین گندمیمون میبافیم. راستی اینجا یه نکته هم بگم، شما بافتتون دقیقاً باید پایه روی پایه باشه، مگر اینکه خودتون بخواین کاهش انجام بدین یا افزایش انجام بدین که اون قضیهش فرق میکنه. ببین این ستایی که زدم روی یه پایه قرار گرفت، پس این یکی، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، اینجا 2 تای دیگه دارم. بر این اساس شما میتونید تعداد پایه هاتون کم نشه. من یکیشو زدم، پس یکی دیگه کجاست؟ ببین اینجا یه نیمه داریم، حالت حلقه های ردیفی دایره طور در اومدن، درسته؟ آخرین دونه توی این حلقه بافته میشه، قلاب میره داخل، نخو میاریم بیرون، 2 تا یکی میکنیم. اوکی؟ خب بعد از این دیگه راحته دیگه، بعد میرسیم به همین، دوباره از اون ور برمیگردیم میایم، دوباره بازم به این حلقه میرسیم، حلقه رو میبافیم. به همین ردیف تعدادم همیشه حواستون باشه بشمرید. این نکته های خیلی مهمی بود براتون برای سر پای متوسطی که خودم مشکل داشتم و بعد از اینکه 1-2 نفر بهم اطلاع دادن توی چنل، رفتم در موردش تحقیق کردم و دیدم واقعا چیزی که لازم بود هر بافنده این نکات رو بدونه. خب پایه بعدی پایه دوبله دیگه. از اینجا به بعد دوبل داریم، سوبل داریم، چوبل داریم. حالا اینا چطوری هن؟ بسته به تعداد ژته یا پیچی که روی قلاب میندازینه. اوکی، اینم 2 تا یکیه، این 2 تا یکیه. تو یه چوبلم بزنی بازم 2 تا یکی میتونی انجام بدی. به همین صورت شما پایه های متفاوت رو میتونید اضافه کنید. اوکی، یعنی چی؟ یعنی که الان این بود 1 تا 2 تا، این بود 2 تا 3 تا. برای این تعداد زنجیرم میشه 3 تا 4 تا زنجیره. برای این میشه بین 4 تا 5 تا زنجیره. اوکی، باز برای بعدی اگه بخواد باشه که این شکلی میشه تقریبا 1 2 3 4 تا، میشه بین 5 تا 6 تا زنجیره. خب برای پایه دوبل که من خب اینو میدونستم که یعنی خب حالت نرمال به این میگفتن پایه متوسط قدیما در گذشته، این پایه کوتاه، پایه متوسط، پایه بلند. ولی خب وقتی این پایه بیاد وسط و این پایه رو جدا داشته باشیم، در اصل میشه این نیم پایه، پایه بلند، پایه دوب، پایه سوب، چوب و به بالا که اونا بستگی به کارتون داره. خب حالا این علامت اختصاریش چیه؟ پایه بلند با علامت اختصاری نداره؟ داره؟ excuse me، اینجا کات میکنیم. چرا داره؟ با علامت اختصاری TR، اینم با علامت اختصاری DTR. اوکی، خب اینم که علامتاشو بهتون گفتم، اینم که علائمی هن که باش نقشه کشی انجام میشه. بریم برای بافت پایه دوبلمون. برای پایه دوب هر خطی که اینجا میبینید تعداد ژت هست. اوکی، یعنی این 2 تا ژته داره. ژته یعنی چی؟ پیچ، 1 دونه، 2 تا دونه. خب این که قلاب به چرخونید یا از دستتون کمک بگیرین دیگه، این به خودتون بستگی داره. 2 تا دونه روی کار اضافه میشه. باز برای سوبلمون 3 تا دونه میشه، 1 2 3 تا. اوکی، خب الان من 2 تا اضافه رو کردم، میگم چند تا؟ 3 تا. 1 2 3. برای دونه اول میام توی دونه 4م. اوکی، قلاب میره داخل، نخو میاره بیرون، 2 تا یکی میکنیم. یه دونه 2 تایی رد کردم، دوباره یه دونه 2 تایی رد کردم و بعد 2 تای آخر
اوکی، ببین قشنگ نگاه کن، اینجا یه دونه خط، اینجا هم یه دونه خط، کاملا دوتایی بودنش مشخصه. پس هر جا این فرم دوتایی رو دیدیم میفهمیم که این پایه دوبله. دوباره یکی دوتا میام تو گندمی بعدیم، دونه بعدیم، دوباره دوتا همه رو با هم یکی میکنم. به همین صورت دوباره دوتا میگیرم، میرم تو دونه بعدی، یکی دوتا و بعد یکی میشن. دوباره دوتا اضافه، دونه بعدی. متوجه چیز شدین که من تعداد پایه هایی که دارم میبافم روی زنجیرم، تعداد خط یا بافتی که دارم میبافم، هرچی بزرگتر میشه پایه هام، زنجیره های من کمتر میشه. پس با توجه به نوع زنجیره، نوع بافتم، نوع پایم، تعداد زنجیره های اولم عوض میشه. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی من اگه بخوام همه رو بخوام پایه کوتاه ببافم، 10 تا زنجیره میخوام با 10 تا زنجیره بافت مستطیل شکل بیاد بالا. 10 تا زنجیره رو زدم، یه دونه زنجیره اول اضافه میشه. بخوام پایه متوسط بزنم، 10 تا زنجیره رو زدم، 2 تا اضافه میزنم. چرا؟ چون من میدونم که اون 2 تا اضافه باعث میشه که کار من تعداد دونه هام کم نشه، همون 10 تا صاف بیاد بالا. میخوام پایه دوب بزنم، 3 تا زنجیره اضافه میزنم. به همین صورت بافتمون رو انجام میدیم. اینم که تا آخر زنجیرم رو میبافیم، کار برمیگرده. دوباره از سر همون من میام با 4 تا زنجیره شروع میکنم و ادامه بافت انجام میدم. امیدوارم که توی این بخش آموزش ها براتون اوکی باشه و به اندازه کافی سوالاتتون و ابهامات رو تونسته باشم رفع کنم. الان راستی یک چیز دیگه هم که همین انتابتون بگم، این شد 2 تا خط، درسته؟ پس این 2 تا خط روی این افتاد. وقتی من 3 تا خط دارم، خود به خود همین 3 تا خط روی بافتم هم ایجاد میشه. 4 تا خط دارم یا چوبله، اون هم 4 تا خط کج روی بافت من ایجاد میشه. بهتون بگم این شد 2 تا خط، درسته؟ پس این 2 تا خط روی این افتاد. وقتی من 3 تا خط دارم، خود به خود همین 3 تا خط روی بافتم هم ایجاد میشه. 4 تا خط دارم یا چوبله، اون هم 4 تا خط کج روی بافت من ایجاد میشه. این بخش اول بود. همونطور که میبینید توی این نقشه کلی علائم متفاوته که هر کدوم یک بافت متفاوتی رو داره. توی پارت های بعدی آموزش اونا رو براتون میذارم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. میخوای آموزش های بعدی رو هم یاد بگیری، حتما دنبالم کنید، سابسکرایب کنید و همراه من باشید.